جای که خیلی خوب باشه نمیشینه. کلاغ رو مرده میشینه، رو جاهای کثیف میشینه. کلاغ رفت نیومد. چرا؟ چون جاهای کثیف خیلی زیاد بودش، اونجا مردار زیاد بود. اما کبوتره رفت، درخت ترتمیزی گیر آورد، برداشت، یه دونش هم برداشت، چیکار کرد؟ آورد بینا نشون داد، نمونه شد. اجازه بدیم که خداوند اون کلیشه ها و اون عقاید و اون چارچوب ها و اون باورهای اشتباهی ما رو از ما چیکار کنه؟ بکشه بیرون. من و شما در زیر شریعت نیستیم، بلکه شریعت خداوند در قلب ها نوشته. شریعت محکوم کننده دیگه درون ما کاری نمیکنه. چرا؟ چون زیر فیض مسیح هستیم. پس بیایم، اگر از این بعد عزیزی از ما سوال کرد خب دیگه چه خبر؟ بهش جواب بدیم هیچ خبر. خبر از این مهمتر که مسیح زنده است و هنوز در زندگی هم داره کار میکنه. آمین. دیگه چه خبر؟ هیچ خبر. خبر از این مهمتر که مسیح هنوز شکست دلان رو شفا میده. دیگه چه خبر؟ خبر از این بهتر که اگر من اشتباه کردم توبه میکنم و ایمان دارم که خدا منو میبخشه. آمین. دیگه چه خبر؟ بهترین خبر اینه که مسیح گفتش که من دوست شما هستم. بهترین دوست خداوند میتونه باشه. راز دل تو، درد دل تو، مشکل تو در حضور او و ایمان داشته باش که همه رو چیکار میکنه؟ میپذیره و شفا خواهد داد. در کتاب یعقوب باب 1 آیه 5 و 6 کلام خداوند میگه و اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد سوال کند از خدایی که هر کس را به سخاوت عطا میکند و ملامت نمینماید و به او داده خواهد شد. لیکن به ایمان سوال کنید و هرگز شک نکنید، زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم خواهد شد. فیض خداوند عیسی مسیح با تمامی شما عزیزان باد از آب